دوملوی گرامی، جنازه غایب برای کی خوانده می شود و چگونه خوانده می شود؟ البته صلات جنازه خواندن از نگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرض کفایه است و جنازه غایب در باب جنازه غایب پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 نفر را جنازه غایب خواندند. اما روایت مشهور با سند صحیح فقط جنازه نجاشی شاهی حبشستان است و اینچنین معاویه ابن معاویه لیثی یا مزنی و زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب. همین 4 نفر رو میگن که علما که جنازه غایب خوانده شد، اما فقط سند صحیح و درست شاهی حبشستان یعنی نجاشی را پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه او را خواندند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن یعنی میت برای امام شرط است. باید که او را ببیند بعد جنازه او را ادا کند و بعد از اینها دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه غایب نخواندند. بعد این 2 سال دیگر در مدینه بودند و چند نفری در بیرون از مدینه فوت دیدند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه اون را نخواندند. در باب جنازه غایب بین علما اختلاف نظر وجود دارد، خصوصا نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و اینچنین امام مالی رحمت الله علیه مطلقاً میگن جایز نیست و نزد امام شافعی و احمد رحمت الله علیه مطلقاً جایز است. و بعضی علما بینن که اگر میگن رفت شخص در یک کشور فوتید که یگان نفری نبود که جنازه او را بخواند، آنگاه میتوانند که جنازه او را در صورت غایبانه ادا کنند. یا اینکه بعضی علمای دیگر با این نظرند که اگر رفت همون میت در جانب قبله باشد، اگر که از این طرف میتوانند که جنازه او غایب را بخوانند در حق او دعا کنند و این خاصی یعنی اندیشه خودی همین علما درباره جنازه غایب است و فقط یگانه اون چیزی که درست است صحیح است این جنازه نجاشی شاهی حبشستان است و دیگر بین دیگران اختلاف نظر وجود دارد. اگر هست که میت رو نمیابند یا در دریا غرق شده است یا دیگر حالت ها، اگر میت رو نمیابند در این حالت جنازه غایب خواندن جایز است؟ در طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله فقط در حق او دعا میکنن، اما چخیلی که قبلا هم ذکر کردیم برای در خود دایره مذهب ابو حنیفه رحمت الله دیدن میت برای امام شرط است. گرچه قوم هم اگر میت رو نبینند باید که امام میت رو ببیند آنگاه جنازه رو بخوانند، فقط دعا میکنند در حقش. سلامت باشید دوملوی گرامی که دعوت ما رو پذیرفته و در این برنامه اشتراک نمودید. بیننده گرامی اگر سوالی دارید می توانید زیر این نوار بنویسید و در برنامه‌های آینده جواب آن را بگیرید. من سوال‌های شما را به متخصصین و اهل علم پیشکش می‌کنیم و جواب‌های دقیق و با سند و دلیل برای شما پیشکش می‌کنیم. سلامت سربلند باشید تا برنامه دیگر در پناه خداوند جل و علا بمانید. السلام علیکم. سلام باشید.